در سال 2023 البته در 25 شهر ناحیه ولایت ختلان صداوار جای اول گشتیم که باعث افتخار است که در چنین دولت اینجا و امانی ما زندگی کردیم. ما ورزشکاران شهر باختر اقدام گرفتیم که در مسابقات جمهوری و بین المللی پرچم خود را بازم بلند برداریم. مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت محترم جناب علی رساندنی هم که برای ما ورزشکاران چنین شرایط خوب کرده است که دل خود در کدام مسابقات جمهوری بین المللی میتوانند بروند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند. خب شما خود هم بعد ختم مسند ورزشی هم با گرفتن جایزه ها دستاوردهای ورزشی تا حال هم خودمانه میبخشید. خب اسرار موفقیت شما در چی است که میتوانید با ورزشکاران جوان و نورس هم گشوده نمایید؟ البته که هیچ به همگان معلوم است سال 2023 برای من سالی فراموش نشونده است که من در شهر ابودابی رفتم صداوار مدال طلا گشتم در 130 کشور دنیا اونجا اشتراک داشت که من صداوار چمپیون جهان گشتم. ما همچون متخصص مربی میتوانیم با شاگردای خود تربیت خوب هنرهای خود رو به آنها آموزیم و در مسابقات بین المللی پرچم تاجیکستان بلند برداریم.